دومین تیزر قسمت 93 سریال یالا چاپکını یا چشمچران امارت منتشر شد. آیا در این قسمت هالیس آقا با داستان سریال خداحافظی خواهد کرد؟ آیا سونا جاسوس عابدین در امارت یعنی آیشن رو خواهد کشت؟ در تیزر جدید میبینیم سیران بعد از دیدن حال بد خواهرش سونا با عابدین درگیر میشه و میگه جان خواهرمو تو گرفتی. اما خب در هر دو تیزر میبینیم سونا از بیمارستان مرخص شده و دوباره به داستان این سریال برمیگردد. در سکانسی میبینیم عابدین در فکر فراری دادن سوناست، چون میدونه سونا به راحتی به امارت بر نخواهد گشت. اما مسئله مهمی که همه منتظرن در موردش بدونن خیانت اون شب فرید و سوناست و اینکه آیا سیران متوجه اون خیانت خواهد شد یا نه. میدونیم که دختری به نام آیشن از امارت کرهانها از اون اتفاق خبر داره و در صحنه ای از تیزر دوم قسمت 93 سونا و آیشن با هم مشاجره میکنن و آیشن میگه من میدونم تو به خواهرت خیانت کردی و اینو به همه خواهم گفت. و وقتی با سونا درگیر میشن آیشن از بالای پله های امارت میفته و اینطور به نظر میاد که جاسوس عابدین توی امارت و کسی که از خیانت فرید و سونا مطلع بود جونش رو از دست خواهد داد. بنابراین در این قسمت هم سیران متوجه خیانت خواهرش نخواهد شد. البته این مورد رو هم دیدیم که در قسمت قبل وقتی سونا بیهوش بود و اسم فرید رو میگفت، علاوه بر سیران مادر فرید یعنی گلگون هم متوجه این موضوع شد و حتما از سونا اینو خواهد پرسید که چرا اسم فرید رو میگفتی. اما مهمترین صحنه نمایش داده شده در این تیزر قاب عکسی از هالیس آقا در برابر اعضای خانواده کرهانها یعنی اورهان، ایفاکات، گلگون و فرید و سیران هست و البته دیالوگی از عابدین که میگه هالیس گم شد و رفت. اینطور به نظر میاد که هالیس آقا در این قسمت سریال را ترک خواهد کرد. و خانم بزرگ رو هم میبینیم که هراسان میاد و میگه فرزندانم. سیران با اسلحه به دنبال انتقام از خانم بزرگ هست و سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که تصویری که از دو پسر تیرخورده خانم بزرگ در تیزر قبل دیدیم آیا رویای خانم بزرگ هست که به خاطر ترس از دست دادن دو پسرش توی ذهنش شکل گرفته و یا این تصویر واقعیت داره و کرهانها بعد از دست دادن هالیس آقا با کشتن دو پسرش از خانم بزرگ انتقام میگیرند. باید تا جمعه شب منتظر باشیم تا با هم قسمت حساس 93 سریال چشمچران امارت را از کانال استار ترکیه تماشا کنیم.